گلک چه ماشین است که اینجا آمدی؟ وخی ها چه ماشین است که اینجا آمدی؟ مونده شدم برو ترکتور کمی توی کو دیگه وخو بس نون بیار وخی من میکن وخی کجا برو برو بس نون بیار نون ها چی بیارم چی تیار کردم بیا سر زمین سودی بیار نیک با صد نماز شما نون بیاری با وخی چه کار میکنی ای لالا خیریته چه کار لالا چرا برقار قطع میکنی برقار قطع کردین لالا جگر متر شما سابقیه و ما خاطر ما قطع کردیم باز بیاین شما به شرکت برق متر جدیدی به خوب بگیرین که باز پس دوباره برق شما وصل شه این راه نداره لالا شما یعنی چی برقام ما اشته میکنم میتر یا دیگه لالا به تامی صندوق بسته برق ما یالا شما می برق قطع میکنی دیگه گپ لالا جگر شما باز بیاین خود شرکت گپ بزنین ما لالا کار ما وظیفه ما میکارم ما بگه پوچه لالا کار خوبی نیه دیگه شما میاین برق مردم قطع میکنیم از اینجا کام میرین ما اینجا برقام قطع کردیم لوکه یخچال ما ترانس ما همه بسو عجب گیری کردیم خود از این مردم ما میگم لالا ببخشید شما بیاین یک دفعه شما یک دقیقه بس بگیم خیر بینی چه کار لالا والا این برق ما یالا کنیم اونی باور کنیم ترانس ما بسخ یخچال ما گل شدی جانا برو شما ما آدم کارگری ما آدم ماموری وظیفه ما همی کار جانا برو شما هر گپی داریم بیاین بریم به ریاست شکایت کنیم ما ریاست گفتم این کنترل که سابقه وا کنه جانا برو خود ما شما چی اینجا بیا ما خبر نمیکنین طرف فیوز میندازین پیام میدارم لالا جگر ما بنده وزی کارو ندارم تو خبر کنم من وظیفه خور انجام بدم جانا برو هر گپی داری بیا به شرکت بر چه دلیل شده میتونه این عجب گیری کردیم ما خود از این مردم بله بابا الو رمضان کار ریم نمیشنیم صدا می زنگ گوشی چه به من رو رای نمی کنیم اما گیلک 111 بگی بود که رای کردم برد نو ما عباس اینجا دوف کردیم هر گوشی با آن بالا خرمان بافتاده عباس اینجا دوف کرده یک چه کار شده؟ نه بابا گیلک من خبر ندارم ما اصلا مکتب بیامدم با خونه فیوز تا افتاد ما چون چی رقم بیرو شدم سعی کردم که ببینم برقی فیوز هوا کده برو که نمیریم ما چون میگه شما بیاین به ریاست کل برق خود تحویل کنین که ما چون بهتر شما ما چون حکومت برق نه گیلک به سرا نیامده خوب خبر ندارم برقا قد کد برو بخیر ای کد برم میتر برق وا کردم نقدر که بمورم میتره آورده زری بکن پیشینا بکن نبرم دیگه بچه داری هم همی رقم شده برادری هم همی رقم شده خداحافظ در دعا جونم بخوریم به خیر خوشی سال با 12 عظمت کشون مرست کنین دومنه کنین انا لقمه بار میدار سر قوری پله که میشینی اما فکرم نمیکن که اگه نفر ما هم سر خرمان هم داریم باشه لقمه مرست ببریم بریو
این کی میشه برای نون ری کدوم ساعت 11 بجی به کی ری کدوم برای نون ری کدوم ان ساعت 3 بجه شدی تو نونا به سر نآورده ما گوشنگی ما عباس اینجا زوف کردیم من چکار کنم چی خاک بسیار به سر کنم تو اشته شد این نمود کن چیکار کنم لا اله الا الله شال شدم راه رفتم نمیتونم اشته کنم